اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در این درس ما با الفبای زبان عربی شناس می شویم. عادتا در زبان عربی 28 تا حرف است. در اینجا نوشت حرف ها با حرف های انگلیسی آورده شده است و در اینجا با حرف های کریلیکی تاجیکی. خب آغاز میکنیم درس را. شما کوشش کنید این حرف ها رو پره از خود کنید، همچنین شکل نوشته اونها رو: الف، ب، ت، ث، جیم، ح، خ، دال، ذال، ر، ز، سین، شین، صاد، ضاد، ط، ادغ، عین، غین، ف، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ه، لام الف، همزه، یا. در اینجا نوشت حرف ها در اول، در آخر، در مابین و در علاهدگی آورده شده است. همچنین نام حرف و آن حرف چگونه تلفظ میشه که آواز حرف آورده شده است. بهتر می شود شما اینها را در دفتر بنویسید و از یاد کنید که این حرف ها در اول و در آخر یا در مابین، در علاهدگی چه نوشته می شوند. در اینجا همچنین برای شخصانی که میخوان معلومات داشته باشند رقم های عربی و شکل خواندن آنها آورده شده است. در الفبای زبان عربی حرف الف آواز ا، ای، او را میدهد. حرف ب باشد آواز ب را میدهد. حرف ت باشد آواز ت را میدهد. ت سر زبان با پشت دندان ها قرار میگیرد و آواز ت سبک تلفظ می شود. حرف س باشد، س تلفظ آن زبان بین دو دندان تلفظ می شود. س. جیم حرف آواز ج را می دهد. ح اینجا ما دو ح داریم، یکی ح حوتی داریم و یکی ح هوز داریم. ح حوتی یعنی که ح که با قرتوک تلفظ می شود. خ آواز خ را می دهد. دال آواز د را می دهد. در اینجا زال داریم. زال هم زبان بین دو دندان های بالا و دندان های پایین قرار می گیرد و زال تلفظ می شود. ر این حرف ر عادی است، آواز ر دارد. ز این ز خالی است، ز تمام، یکون در تلفظ کردنش دشواری نیست، یعنی که ز عادی است. سین این سین زبان در کام بالا قرار میگیرد و آوازی تنوک دارد. سین. شین آواز ش را میدهد. سات نسبت سین کمی تغییر مییابد، آوازش تلفظش سات زات. تلفظ این هم نسبت تلفظ زال و ز قرار میگیرد. زبان در کام بالا قرار میگیرد و تلفظ ذات تلفظ می شود. ذات. اتق این آواز ت است، اما ت قبل این ت سر زبان است. اتق زبان پوره در قسمت کام بالا چسبیده ت تلفظ میشه که ت وزمین ت. ازغه همچنین مابانند اتقه هست. در اینجا زبان پوره در کام بالا قرار میگیرد و آواز ز تلفظ میشه. ازغه. عین این آواز کرتق است که صدای این از حلق میبراید. عین. غین آواز غ عادی است. غ. ف
این هم حرف فی عادی به مانند فی تاجیکی است. قاف همچنین آواز ق رو میدهد. کاف همچنین آواز ک رو میدهد. لام آواز ل رو میدهد. میم آواز م رو میدهد. نون آواز ن رو میدهد. واو آواز و رو میدهد. این هی که گفتیم این هی هوز است، هی سبک است. این هی در ردیف نفس برآمدن تلفظ می شده. هی. لام الف است، یعنی که یک جایه شدن لام با الف است که شکل نوشتشان کمتر دیگر هست. در قاعده بغدادی این علاهیده آورده شده است، به همین خاطر ما ای را درجه جا دادیم. همزه آواز ا را می دهد، به مانند آواز الف همزه آواز ا را می دهد. یا آواز یای عادی است. صدق الله العظیم.